عادت ماهوار یک روند بیولوژیکی و هورمونی در بدن زنان هست که به صورت منظم تکرار میشه. این دوره به طور معمول بین 21 تا 35 روز دوام داره، اما در اکثر زنان به طور معمول 28 روز است. یک سیکل یا دوره عادت ماهوار از 4 مرحله میگذره. مرحله قاعدگی از روز اول خونریزی قاعدگی حساب میشه. این مرحله معمولاً 3 تا 7 روز ادامه داره. در این زمان دیوار داخلی رحم که در دوره قبلی برای بارداری آماده شده بود به دلیل عدم وقوع حاملگی ریزش میکنه. مرحله فولیکول پس از پایان قاعدگی معمولاً از روز 6 تا 14 در این مدت سطح هورمون استروژن افزایش پیدا میکنه که باعث رشد و ضخیم شدن پوشش داخلی رحم میشه. و علاوه بر این غده هیپوفیز در مغز هورمون محرک فولیکول FSH ترشح میکنه که این هورمون باعث رشد فولیکول ها در تخمدان ها میشه. از میان چندین فولیکول تنها یک فولیکول غالب انتخاب میشه که تخمک آن برای تخمک گذاری آماده شود. در روزهای 10 تا 14 یکی از فولیکول ها به مرحله بلوغ کامل میرسه و تخمک آن برای تخمک گذاری آماده می باشه. مرحله تخمک گذاری این مرحله معمولاً در روز 14 دوره 28 روزه رخ میده، اما زمان دقیق آن ثابت نیست، میتونه که در روزهای 12 تا 16 تغییر کنه. در این مرحله سطح هورمون استروژن در بدن خانم‌ها هنوز هم در حال افزایش هست و در نتیجه سبب افزایش سریع هورمون LH از هیپوفیز میشه که این هورمون سبب پاره شدن کسه فولیکول و آزاد شدن تخمک بالغ از تخمدان میشه. تخمک آزاد شده از تخمدان از طریق لوله‌های فالوپ به سمت رحم حرکت میکنه. همین حالت یا مرحله را به نام مرحله تخمک گذاری یاد میکنه. مرحله لوتئال این مرحله از روز 15 تا روز 28 ادامه داره. پس از تخمک گذاری فولیکول خالی به جسم زرد تبدیل میشه که هورمون‌های استروژن و پروژسترون ترشح میکنه تا پوشش رحم برای بارداری آماده بمانه. اما در سرنوشت تخمک دو سناریو وجود داره. اگر تخمک با اسپرم مواجه شد، تخمک بارور شده و در رحم لانه‌گزینی میکنه. اما اگر تخمک نابارور باقی ماند، جسم زرد شروع به تجزیه شدن میکنه که منجر به کاهش سطح استروژن و پروژسترون میشه و در نتیجه پوشش ضخیم رحم در جریان قاعدگی بعدی ریزش میکنه.